به کره زمین خوش آمدید. در این کلیپ میخوام بعضی از نکات جالب کره زمین رو شرح بدم که معمولاً خیلی از افراد تا زمان مرگ خودشون متوجه اون نمیشن. هیچ انسانی ثبت نام نمیکنه که در کجای کره زمین، در چه کشوری، در چه مذهبی، با چه نژادی، در چه خانواده‌ای، در چه زمانی و با چه جنسیتی به دنیا بیاد. افتخارات کشور شما و گذشتگان شما برای خودشونه و شما باید افتخارات خودتون رو خلق کنید و به دست بیارید. سلام، از اینکه کلیپ هامو دنبال میکنین ممنونم. اگه سوالی دارین برام کامنت کنین تا تو اولین فرصت جوابتون رو بدم. یک مهندس کامپیوتر کافینت باز میکنه، دیگری شرکت افتتاح میکنه و یکی بیکاره. بنابراین فقط یادگیری کافی نیست، بلکه انتخاب کار و استفاده از آموزش ها هم در زندگی ما نقش مهمی داره. گاهی ممکنه عقاید دو مهندس بر سر مسئله متفاوت باشه و با اون که هر دوتا یک آموزش رو دیدن مخالف همدیگه باشن. تمام انتخاب های انسان ها توی جهان به 3 دسته کلی تقسیم میشه: مثبت، منفی و خنثی. انتخاب های انسان چه یک کودک باشه و چه یک رئیس شرکت بر اساس اطلاعات، رخدادهای زندگی، تجربه ها، آموزش ها، منافع، روابط، امنیت، دارایی، ظاهر مسئله، وضعیت روحی فرد و امثال اونها سرچشمه میگیره. البته باید این نکته هم اضافه بکنم که همون انسان در زمان دیگه‌ای ممکنه بنابر دلالی انتخاب متفاوتی داشته باشه. اگه شما با معلم فیزیک خودتون سر مسئله مشاجره کردین، نباید نسبت به درس فیزیک، نظام آموزشی و مدرسه بدبین بشید، چون هر انسانی تفکر انحصاری خودشو داره و گاهی ممکنه که شما با پدر، برادر یا همسر خودتون مشاجره بکنید. پس عقایدها متفاوته و اگر حق با شما هم باشه، باید توجه داشته باشیم شنیدن عقاید مخالف و متفاوت ممکنه باعث افزایش تجربه و یا خلق ایده جدید بشه. تمام کسب و کارهای جهان در 3 دسته کلی تقسیم میشن: دولتی، نیمه دولتی، آزاد. قبلا گفتم که انسان‌ها حقیقت‌ها و چهارچوب‌های زندگی خودشون رو بر اساس آموزش‌ها، تجربه‌ها و امثال اون می‌سازن. بنابراین وقتی مسئله‌ای رو متوجه شدید، انتظار نداشته باشید که همه انسان‌ها اون رو به شکل شما درک بکنن. انسان‌ها در کره زمین علم‌های گوناگونی دارن و هر کدومشون سطح‌های متفاوتی از اون علم رو یاد می‌گیرن و درک می‌کنن. یک ریاضیدان میتونه انتگرال و مشتق و زیگما و امثال اون رو حل بکنه، ولی نباید انتظار داشته باشیم که همه انسان‌های کره زمین بتونن مانند اون مسئله ریاضی رو حل بکنن. یک تعمیرکار خودرو در تعمیر خودرو تخصص داره و یک جراح قلب در جراحی قلب. مراقب باشیم که سوال‌های مربوط به هر کار رو از شخص داخل همون کار بپرسیم. علاقه شخصی یکی از مسائل مهم زندگی انسان. علاقه‌های شخصی فرد نسبت به مسائل گوناگونه. مهم نیست پولدار باشیم یا فقیر. وقتی ندونیم از چه چیزی لذت میبریم و برای شناخت علاقه خودمون وقت نذاریم، احساس ناراحتی و سردرگمی میکنیم و در نهایت از زندگی خودمون لذت نمیبریم. برای رسیدن به یک زندگی ایدئال باید به 2 مسئله توجه کنیم. اول اینکه از کجا بفهمیم علاقه شخصی ما نسبت به نیازمندی ما چیه. دوم اینکه علاقه ما چه مزایا و معایبی داره. گزینه‌های مورد علاقه ما برای برطرف کردن نیازمندی‌های ما در شرایط متفاوت به قسمت‌های مختلفی تقسیم میشه. نیازمندی‌های ما شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تفریح، کار، بهداشت، حمل و نقل، ارتباط، آموزش و امثال اونه که برای برطرف کردن هر کدوم از اینها گزینه‌های متفاوتی وجود داره. از اونجا که زمان انسان محدوده و نمیتونه به همه نیازهای خودش رسیدگی کنه،
بنابراین بر اساس ارزش‌گذاری نیازهای خودش برای حل اونها اقدام میکنه. مثلا اگر کسی خواب رو به نرمش صبحگاهی ترجیح بده، صبحها بیشتر میخوابه و برنامه‌ای برای نرمش سلامتی در نظر نمیگیره. البته ممکنه کسی در زمان کودکی ورزش رو به مطالعه ترجیح بده، ولی در زمان جوانی مطالعه رو به ورزش ترجیح بده. بنابراین انتخاب‌های انسان گاهی ممکنه با شنیدن یک جمله عوض بشه. اگر ندونین به کجا میرین، چه اهمیتی داره که از کدوم راه برین؟ خوشبخت کسیه که علایق شخصی خودش رو در زندگی بشناسه، برای اونها برنامه‌ریزی بکنه و برای رسیدن به اونها در مسیر درست تلاش بکنه. از اونجا که مسئله نیازمندی‌های زندگی انسان طولانیه، اون رو در یک کلیپ جداگانه چگونه از زندگی لذت ببریم توضیح میدم. از اینکه همراه ما بودید ممنونم.